در همه گوشه و کنار ناحیه سوخت برای پیش گرفتن همه کسالی البته کارهای خیر کرده است. من امروز رئیس محله گلستان اکو عیسی جان اسقرف از حساب خودشان به اهل محله نقاب تقسیم کردند. اکو عیسی جان سلام علیکم، مانده نباشید. البته من با همراهی ناظر پروفیلاکتیک با همراهی پاسپورت من شما امروز نقاب تقسیم کرده. مردم چه قبول کردن برای با کوچه نبر آمدن با فرزندان چه کارهای ترغیبات افسوس؟ حاضر من امروز ما برای من همین کسری ویروسی مثال برای کردن نقاب تقسیم کردیم خانه ها در برای اونها که کوچه بر آمدن خریدن نگرفتنشون خودمون در تقسیم کرده شدیم. خلق نقص کیفیتشون نقص فهمیدن. باز من بیرون نبرماسیان احتیاج بدگی شما در مغازه من گرفتار افسوس من پروفیلاکتیک معما چه در محله معما ما حاضر هیچ معما نیست. ما اردم آمدگی من اورد سوخ دینا شما هم گفته بودین من حاضر یک میل کابینت بیاش به دیپوتات تعیین کردن ماشیننده آورد همینجا نمیفرشاد کردن. حاضر اورد خزاق و اورد دیگه و هو هیادن کوکان هیات حالا فقط اورد سوخمو امروز یا پگا میبرد. در مغازه ها همه چیز هست. همه چیز ما هست. در قصابخانه گوشت فروخت. نرخ گوشت قیمت کنه. نرخ گوشت همون نرخ خودش همین 40000 در نظارتتون. در نظارت نستاده است. کمچلیکش نیست. خوانندش نمیشه. ما خبر گرفته شدیم. از تمام رادیو کانال ها ویدیو درس ها تشکیل شده خصوصا در تلویزیون سوخت. من ما هم از دوشنبه تا روز شنبه به یگان تنفس با افیر برآمدن در حرکت در توس هستیم. البته همه خواننده های پدر و مادر با تلویزیون دعوت کردن نکر آنها تلویزیون تماشا کنن و با کوچه به مقصد به رخصت نبراید. تو پتر رحمت ما همین به نوبت گرفته واسه تشویقات ناز برده میستیم. فرخود نما معامله‌lar var. Mana shu tushuntirish ishlari olib boryapsiz. Odamlar nima deyishyapti? Mana shu niqobda yurish mana sizlarga ko'proq bog'liq. Endi jarima qilish kerak. Uyma kirib, ko'cha yurib, odamlarga tushuntirishlar olib boryapmiz. Niqobli yurishlarini, uydan chiqmasdan gigiyena qoidalariga rioya qilishlarini tushuntirib o'tyapmiz. Hamma odamlar tushunyapti. Mana ertalab ichki ishlar bo'limi boshlig'i mashinada radio orqali e'lon berib ketdilar. Iloji bo'lsa, ehtiyoj bo'lsa ko'chaga chiqmanglar deb. Biz ham shu uchun boshlig'imiz nimalarini takrorlab, biz ham ko'cha yurib, tashkillashtiramiz. Biz Xudo xolasa bunda ko'ngilsiz holatlar bo'lmaydi. Nima yaxshi bo'ladi. ما با شتاب کاری پیشگیری کرونا ویروس اومدیم. کنه در شتاب چیکار کارها را افسوس البته ما حاضر با خادمان شتاب هم صحبت میشیم. شتاب کاری در آشیانه دوم جایگیر است. با این رهبری وضعیت‌های فوق‌العاده جمال‌الدین راهبری میکنند. کنه هم دیاران با شتاب کاری Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamoliddin mana bu Bosiya televizion darbore shtabi kori tashkil shudanash ba binandagon barnoma tahya kardani hastem. Darbore faoliyati shtabi kori marhamat moro shnos bekarded. Kiho hastan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizmisizlar? Yaxshimisizlar? Albatta binandagon mana dar shtabi kori az sho'bai korhoyi doxiliy nohiya tuman sanitariya epidemiolog osoyishtalik markazash tuman tibbiyot birlashmasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi tuman kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish bo'limi tuman xalq ta'lim bo'limi tuman boshqona favqulodda vaziyatlar از محله و حتی جانشینان حاکم به اینجا سفربر کردن. اکنون در شما سوال پیدا شدنش ممکن مقصد اینها در اینجا جمع شدن نشستنشون چی است؟ البته ما تلفن های باور با شما با واسطه تلویزیون پیشکش کرده در شما معماهایی که پیدا میشد با واسطه تلفن ها زنگ بزنید و شتاب کاری من جواب میدهند. جمال چی گفتن است؟ البته من موافقی یک قطار قرار و فرمان شتابی من کرونا اینفکسیش پیشگیری کردم شتاب تشکیل کردن شتاب رهبرشون تو ما حاکم ناحیه من اینجا نوازی خدمتتون دیدید همه بدگی خدمات‌های ناحیه همش جلب کرده در همین شتاب ما شب روز کار کردیم با علاوه من تلفن ها مونده 46 25 381 46 25
962 46 25 045 3 ta telefon shab ro'z muntazam holatda ko'l miqdori. albatta no har yakta o'zi mana deydi vakil ishtayan xalq ta'limi mana kasbiy ta'lim mahalla tibbiyot seysmik ichki ishlar mana bojxonami hokimiyat mana hamma tuman hokimi o'rinbosari uchun jonishini uchun hamisha shtaba jalb kardagi shaxsan tuman hokimi xudashon nazorat va گرفتگی تمام شرایط ها من مهیا کرده دادن کامپیوتر و همه خدمت سه معما سه مسئله باشه من همین همکاری حاضر این مسئله ها حل کردیم یگان تلفن شروع تو امروزه درباره بالای شده نرخ نوا درباره نرسیدن اوردر از محل تلفن شروع و تلفن باوری نه حال تلفن ها نشده نه که من محله وکیلاشون دائمی هر یک ساعت محله دادم برای ما وضعیت پرسیدسیان لازم شود من اشتباه رهبرش کردی حاکم ناحیه تابشرق میتید جایی که اور در کار باشه روان در کار باشه روان هم چیزای محصولات ضروری رسونده میرسونن من از محله گلستان یک نفر شخص با واسطه اینترنت با ما زنگ زد که خط پرفت است که شما با جون نگرسیتون اور در محله گلستان یک جال ارد سوختان 130,000 شد گفته البته در اینجا من خودمان سوختان که هم صحبت شده وقت با نرخ از بیرژه 5,000 10,000 فرق کردنش ممکن این چیز چون که با واسطه بیرژه فروخته میشه گفته لیکن بعض تدبیرکارهای ساخته از مرکز خرید کرده رفته در محله گلستان 130,000 فروخته در این بارنده با شما تلفن شد میاد شما خادم محله هستید ما تلفن سوست ما محله ها اور روان همش بفروشیم سوست و نرخ هم دولتی کتی فروشیم در محله چه معما هست امروز من تلفن شد میگم معمولی که نه از معمولی نیست تلفن که پسیم 2 ساعت نیاور محله تلفن بساز محله تین اولدرگاه گریپیم بشه انتی ویروس پیشی گرم سوسو با کوچه بر اومدن من حاضر در محله گلستان شده خودم گشتم حقیقتا کار نقض برای همون شدگی من یک نفر ناظر پروفیلاکتیکی پاسبان با همدیران من سرور شعبه کارهای داخل در ماشین با آدمان کارهای فهماندهی گرفته رفتن در کوچه آدمان بهوده نگشتن لیکن بعضی به نقاب گشتنشون رو ما دیدم البته من از طرف رئیس محل خودشون حامله کرده با بعضی آنهایی که شرایطشون وزین است البته نقاب تقسیم کردن اگر همه خیلی میشد کرامجان نقض میشد با رئیسون محل همه رو فهمانده نکرد من در داروخانه مولگان من حاضر من دارو خرید کردم نقاب استفاده است نقاب لیکن بعضی هم خیلی زنگ ها شد که نقاب رو خریده برام در بیرون 30,000 فروخته که بعضی تدبیرکارا هم هستن ما در عرفه همین چیزا رو پوزیشن کردیم اگر همین رو هم اگر میدیدم خیلی نقض میشه محله ها موضوع رئیس آبای مو فضلنا محله ها مشون برام دوستیان تدبیر کاری که دوای باشد و محله ها نقاب رو وردن هم حرکت کردن کم تامینی با کوچنی خود کنه همش با نقاب بیپل دو دست چون که در دوست آن باشه که گر دست دوست در پریشان حالی درماندگی بهده گفتگی نیست البته امروز دستگیری کردن یکدیگر شرط و ضرور است در شعبه تعلیم چه خیلی معما من ویدیو درس ها تشکیل کرده شد با واسطه تلویزیون ما شب از ولایت نمایش شده من امروز از منی یورتون میرد از زمان میرد از کانال 24 میرد چه خیلی بازم معما است در شعبه تعلیم حضرت در شعبه تعلیم خلقی یک معمای جدی نیست برای طلبه هایی که در خانه حاضر در خانه هاشون هستن از طرف شعبه تعلیم خلقی من دینی که در از فن متماتیکا از فن زبان مادری اون تلی و از انگلیس تلی ویدیو درس ها ترکیب شده با واسطه وقت تلویزیون من نمایش داده شد برای بند کردن طلبه ها من پدر و مادرم من دوره کردن از صنف ابتدایی هم همه خیلی درس رو تشکیل گفتم من ما با نوار گرفتیم پگاه با نوار میره دیگر بازم چیکار در مکتب ها در حالت چیکار است در مکتب ها حاضر راهبری مکتب ها در مکتب استوده برای وضعیت تینج کردن برای نظارت سخت نظارت به گرفتن در مکتب ها استوده برای کسری کرونا ویروس انفکسیون پیشگیری کردن چون تدبیرها از مکتب ها توزیع وشتر دیزینفکسیون کارو گذراندش سوز یک تا مکتب موند دیزینفکسیون امروز تمام میکنم دوملو در کالج چیکار کارو اولاد در کالج هم حضور همه کارو چورا برای مونده شدگی من نه بچه که تشکیل شدگی همون بچه ها در تعطیل شعبه تندرستی'nde
hamma joyi dezinfeksiya ko'rik kardashidagi munda shtab tashkil kardashidagi shabona ro'z davom shtab ko'rkarsa ham boshqona qo'mita chashma posto va qizilqiyoq posto mu xabar meten har ro'z ro'zida mahal moviliyat bemeten mu xabar meten chegara gazashtagi hoya ro'yxat ba girifta karantin ba uy karantin اکنون همچنین بعضی نافهم‌های هست روشن انداختن در کور است آنهایی که از سرحد گذشتند و به کرانتین گرفته شدند آنها کسل گفته که چیز نه kasal ne فقط به نظارت با مهلت 14 روز گرفته بشه همه خیلی koronavirus اگر در اون یگان علامت پیدا نشده اگر البته جواب داده بشه 6 nafar va karantinani bidagi fuqaro muddati 14 روزش karantinash tamom shud علامت های یگان کسری پیدا نشد paydo nashud Iloji nashud. xonashga javob berishdi уже karantin birovarda Hozirgi kunda chegaralarimiz yopilgan, mana xabarlaring bor. Xabarlaring va chegaralarimiz yopilgan. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj tuman tashkil etilgan shtab tomonidan o'rganilib, shu tuman hokimi Farruh Madamovich rahbarligida o'rganilib, agar qaysi mahsulotga nisbatan ehtiyoj sezilsa, zudlik bilan olib kelib choralar ko'rilyapti. Dori-darmonmi, oziq-ovqat mahsulotlarini hozirgi kunda oziq-ovqat, dori-darmon, keyin kasal bemorlarni viloyat markaziga chiqib kelish borasida hech qanday muammolar yo'q. Muammolar yo'q. Post hududida sanitariya epidemiolog markazi xodimlari tomonidan sutkalik navbatchilik tashkil etilgan. Post orqali har bitta harakatlanayotgan transport vositalari zararsizlantirish tadbirlari o'tkazilib, tuman hududiga o'tkazilyapti. Rahmat. Hozircha muammo yo'q. اکنون فضل شما چی میگه؟ ما امروز برای پیشگیری کسری کرونا همه محله ها خیریه ها تشکیل کرده شده. اما خیریه ها گفته حالا فقراها همون تدبیرکارا فقراها بیپول نقاب تقسیم کرده شده. من مثال گفتم ممکن در محله حضرت علی من 3500 دانه محله قلعه 100 دانه نقاب بیپول تقسیم کرده شده. من غزنو محله شده از طرف تدبیرکار 100 دانه همه خیلی به حساب تقسیم کرده شده. من همین روز خودم در کالج اگرسانات سوخ حدود 200 دانه نقاب حاضر امروز امشب تیار شده که من امروز همون محله بیپول تقسیم کرده میشه. البته همون تدبیرکاری سخاوت پیشه هستند و هم روغن، آرد، مسائل خوراکبری داده استادن. البته با این چیز برای دستگیری دیمک همون اویله‌های کم‌تامین کهنسالا همون نهایتاً حالگی با این تدبیرکاری تشکرها میگویم. من در جریان امروز هم با شهروندان هم خیلی کمتر برشو شد خودمون محله من قطعی همکاری کردن. من امروز من نورانه کردم. من امروز در محل ها گشتم و کوچه مثلا به سبب نبرآمدن یا که ضرورت نباشه کوچه نبرآمدن مسئله هاش یا که مثلا همون کرانتین گرفته شده که فقراها بیشتر ما مراجعه میکنیم که بیرون نبرون تا همون مدت کرانتین با کسل نیستن فقط در نظر استفاده. من حاضر شده که من از طبیات گفته گذاشتن 6 نفر شهروند نظارت برآورده شده. من حاضر برای دیمک دستگیری پیشگیری کردن همه کسری دیمک ما سخت‌تر با مهنت کردم مدکر حرکت کردم مدکر فقط این برای همین سلامتی شهروندی سوق خودم این چیز لازم. برای من مراجعت هم دعوت میکنم که همون شهروندان ضرورت نباشن با کوچه نبرن. نزد سودا دکان ها رفتن ایستادن شرط نیست. همه در خانه برای خواندن کتاب تلویزیون تماشا کردن یا که تامرقه که کار کردن مشغول شدن این مسئله موفق میشه. تشکر من همدیاران عزیز رئیسان محل که ما را تماشا کرده ایستادید. من رهبر خودتون فکرشون رو گوش داشتید. امروز در محله آبشیر من یک چندین روزها باز که آب نبود البته با ما زنگ زدن اگر در محله شما در معماها باشد برای پیش گرفتن معما حرکت کرده با تلفن های باوری که در شتاب تشکیل شده زنگ زدید چون که برای گرفتن آب من امروز خوانندگان رو مکتب بچگان رو دیدم که از با مقدار قریب 1 کیلومتر راه رفته آب گرفته آمدن. بنابراین حاضر آنها در کار تعمیر بودن. ما در برنامه پگاهانه با شما درباره تامین شدن آب نوشابه با شما پیشکش می‌کنیم. همه رئیسان محل رو هم خواهش کردن هستم که بچه‌ها برای با کوچه نبر آمدن برای حل فصل در گوجه قوه برق خاموش نش ممکن است در گوجه گاز طبیعی نشدنش ممکن است. البته زنگ زنید در وقتش برای حل فصل این همه اعضایان شتاب برای حل کردن معماها در خدمت شما هستند.
و بینندگان ما از کار یک روزه شتاب کار به شما برنامه تهیه کردیم. البته زنگ زنید، فکر و درخواست‌های خود را گویید، در گوشان بعضی ساخته تدبیرکاران نرخ و نوا را بردارند. البته تلفن کنید، چون که این چیز در نتیجه دستگیری یکدیگر براه مانده میشد. اگر ما همه بی‌پروا کنیم مگر نرخ و نوا برداشته شدنش ممکن است. در کدام قصابخانه‌ها گوشت است روز من دعوت آمدم، البته گوشت هم با صفت خیلی نقص کشته شدگی یگان معما نیست و همه وقت ناحیه سوق در نظارت پرزیدنت ریسپوبلیکا، حکومت در نظارت حاکم ولایت است، تحت رهبری حاکم ناحیه، جانشینان حاکم در حرکتند. البته این چیزها همش پس سر میشد. چقدر که در برنامه گذاشته بودیم باز در سر یک کوله چای یکدیگر را تبریک کرده توی مراسم ها نوروز ها را جشن میگیره. تشکر برای صحبت ها. السلام علیکم. اینک توسط بخش اخبار تلویزیونی سوخ باز در رو برای شما قرار داریم و در استودیو با شما جهانگیر صابرف و در آغاز بخش اخبار با شما همین را توصیه دادنیم که به نقاب طبی به کوچه نبراید و اصلا اگر ضرورت نباشد عموما به کوچه نبراید و همیشه در خانه باشید، زیرا برای گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری کرونا ویروس از ما و شما طلب کرده می شود که به کوچه نبرایم و موقتا در خانه باشیم. و عزیزان، بخش اخبار تلویزیون سوخ دوام دارد. در ازبکستان وزارت دستگیری نمودن محله و عائله تشکیل کرده شد. در محله و عائله دگرگونی های کلی به وجود آمد. در نتیجه آن از جانب پرزیدنت 22 مارس روز خادمان محله اعلان گردید، اما با سبب کرونا ویروس این روز تنتناناک جشن گرفته نشد، لیکن خادمان ساحه در ناحیه تقدیرانیده شدند. گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی بین اهالی، تامین آسایشتگی مردم، پاس داشتن قدرت‌های ملی، مستحکم سازی مهر و عاقبت بر این فضیلت‌های خوب انسانی پیش از همه و فعالیت محله وابسته است. بیهوده به تربیت یک فرزند 7 محله مسئول نگفتند بزرگان. همه این را به اینابت گرفته با قرار رهبر دولت در محله تماما ساختار نو جاری کرده شد. فعالیت مرکز عائله و خزینه محله برهم داده شده. وزارت دستگیری نمودن محله و عائله تشکیل کرده شد. در ناحیه ما نیز شعبه دستگیری نمودن محله و عائله عمل می کند و رهبری آن در ذمه معاون حاکم فضل‌الدین دادا کریمов می باشد. در پیشرفت ناحیه گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی سهم رئیسان محله های ناحیه نیز به اندازه بوده. در روز 22 مارس آنها با افتخارنامه های مخصوص حاکم ناحیه تقدیرانیده شدند. از بین آنها 3 نفرشان به گرفتن افتخارنامه های مخصوص و تحفه های سرور صدارت دستگیری نمودن محله و عائله ولایت مشرف گشتند. آنها رئیسان محله های سرکنده، حضرت علی و دهویران بودند. رئیس جمهور شهروندان سرکنده که تمام حضرت علی اعتبار به گرفته تشکرنامه ولایت که تقدیرانیده شدگیش ما خرسندیم. البته این بازم این زیادتر برای خلق، برای محله ما، برای رایون ما، برای وطن ما خدمت کردم بودم و وعده می‌دیم. من از نام خودم تمام شهروندان ازبکستان یکم به روز نوروزشان تبریک میکنم. دیگه من امروز از طرف پرزیدنت ما 22 مارس روز محله خادمه گفتگی از نام خودم تمام محله خادمه تبریک میکنم. کارشون با اومد. حاکم ناحیه به 4 سکتور رفته رئیسان و خادمان محله های سکتورها را به عیدشان تبریک نمود و برای خدمت ثمرناکشان آنها را تقدیرانید. حاکم ناحیه ما کمترین مهنت می اینوبت بگرفته من آورده توفه های به محله رئیس ما سپردن. ما این به نهایت منت داریم. از پیشتر بازم بیشتر خدمت کردن ما پیش خود به وظیفه کرده گذاشتیم. واقعا امروز در کارهای آبادسازی و بنیادکاری ها در ناحیه رشد ساحه خواجگی قشلاق سهم رئیسان محله های ناحیه ما خیلی برجسته بوده. آنها به همه گونه اعتبار و اعتراف و احترام سزاوارند. اهالی به امید حل مشکل‌هایشان به تلویزیون سوخ امروز ها مراجعت کرده ایستادند و از این چند پیش اهل محله ملبوط نیز دایر به معماهای نبودن آب نوشاکی، وصل کردن چراغ‌های شبانه به سیمچوب‌های کوچه‌های اساسی محله، محصولات آرد و داروهای ضروری شکایت کرده بودند. حالت را سرمحرر تلویزیون سوخ آموخت و در این خصوص برنامه مخصوص تهیه کرده بود که آن را دیروز پیشکش شما کردیم و امروز درباره نتیجه های همان برنامه تنقیدی به شما نقل میکنیم.
ملبو دهه‌ای کهن‌ترین ناحیه سوخ بوده. مردمش از ازل به چاره‌داری و کشاورزی شغل می‌ورزند. امروز باشد در دهه ساحه صاحبکاری نیز خیلی رشد و نمو یافته است، اما در دهه یکچند معماها موجود بوده باعث ناراحتی اهالی حدود مذکور میگشت. در اساس مراجعت اهالی هیئت ایجادی تلویزیون سوخ حالت را آموختند و خود همان روز به دهه حاکم ناحیه و دیگر شخصان مسئول رفته برای برطرف نمودن مشکل‌های اهالی دهه مذکور سعی و حرکت کردند. بعد تهیه برنامه ما یکچند مسئله‌های اهل ده حل خود را یافتند. محصولات آرد به دهه رفته رسید. آب نوشاکی منتظم توسط ماشین آبکشان کارگاه آبسازی ناحیه به دهه تامین کرده میشد که امروز از این گونه اعتبار و غمخواری استقامت کنندگان محله خیلی شاد هستند. باز یک مسئله وصل کردن چراغ‌ها به کوچه‌های محله بوده. این مسئله نیز حل خود را یافت و دیروز خادمان کارگاه آبسازی ناحیه و کوچه‌های اساسی محله چراغ‌های زمانوی وصل کردند. از همه مهمش یکی از استقامت کنندگان دهه ملبود امروز به ما زنگ زده عرض منتداری نمود. شام با اکبر استعمال هزار بار رحمت. البته منم با واسطه تلویزیون شب درباره دهه مربوط برنامه تهیه کرده پیشکش کردم. من شما رو بدونم شما رئیس جماعتچی همون دهه مربوط هستید. البته ما هم ندارم اگر کار شما تکلیف خلق به نوبت گرفته در عمل جورش داشته اگر ما هم بخناک کو. بینندگان عزیز من چون خبر داشته بودید البته هیئت ایجادی تلویزیون سوخ دیروز در دهه مربوط شده از برد و باخت موفقیت و کمبودهای دهه مربوط برنامه تهیه کرده پیشکش ما کردیم. در آنجا از طرف اداره اپیدمیولوژی ناحیه من کارهای دیزینفکسیون رفته شده بود. خود تحت رهبری حاکم ناحیه به آنجا من آب نوشاکی برده شد، آرد برده شد. شفاکاران در آنجا رفته با آنهایی که در بسیار بیمار خور رفتند با بیمارها هم صحبت شدند، با آنها یاری تجربه رساندند و در آنجا من یک نفر رئیس جماعتچی اکوی رستم علی من از چهره که با واسطه تلفن خودشون زنگ زده منتداری کردند به من هم شرف بخشید چون که ما در خدمت خلق هستیم. من پرزیدنتم چهره که گفتم امروز وقت با خلق خدمت کردن آمده است. اگر کمتر باشد هم نفع ما تحت رهبری حاکم ناحیه به مردم رسیده باشه اگر ما هم در نوبت خودش منتدار هستیم و با دهه مربوط با مردم دهه مربوط البته صحت و سلامتی تشکر چون که انسان پس از مهنت کردن اگر از رحمتش رو شنید اگر برای مهنت کردن انسان یک چندین بار باز هم زمینه پیدا میشد. ما هم امروز صحبت گرفتیم سحری من ساعت 9:23 امروز 25 مارس و در همینجا باز یک چیز گفتن هستم که به نقاب و به مقصد به کوچه ها نبراید و خودتان رو خودتان حمایت کنید. برنامه های تلویزیون سوخ ادامه میکنند. واقعا بدی ها را بدی و نیکی ها را نیکی مکافات است. پس ما را لازم می آید که نیکی و نکوکاری را پیشه کنیم، خصوصا در چنین حالت تا از دستمان می آید به همدیگر نیکی کردن لازم است. یکی از ساکنان محله نوآباد امروز برای خلق نیکی کرده ایستاده است. در خانه خود با اهل عائله‌اش نقاب‌های طبی تیار نموده به اهالی بیپل تقسیم کرده ایستاده است که این رفتار او واقعا نمونه عبرت می باشد. آنهایی که هنگامی به سر کسی باران کلفت باریدند برای او دست مدد دراز میکنند سعادت هر دو دنیا را صاحب خواهند گشت میگویند اهل ذکر که این به سبب نیست. واحد خان کمالوف که وظیفه سرخدمتی ناحیه را در ذمه دارد در وضعیت وزین به خلق نیکی کردن را از بهترین عملهای ثواب حسابیده به کار خیریه دست زد. امروز اهل عائله‌اش حتی فرزندان مکتب خوانش وقتی خالگی خود را بیهوده نگذرانیده برای تیار نمودن نقاب‌های طبی مشغول شده ایستادند که این نقاب‌ها را به اهالی بیپل تقسیم میکنند. وقت خالگی را در وقت خالگی به عائله ما نقاب دختر بیپل تقسیم میکنه. به هر یکی ما معلوم است که از 25 مارس سال جاری در کوچه ها به نقاب طبی گشتن تماما منع کرده شده است و از این خاطر سه روز این جانب شخصا خود حاکم ناحیه به کوچه ها برآمده در این باره به اهالی میفهماند که به توصیه های ضروری رعایت نموده برای گرفتن پیشراه پنهشوی اینفکسیون مذکور حصه خویش را گذارند. bitta yo'l bilan birdamlik bilan ya'ni
biz tavsiya qilgan narsaga sizlar amal qilsalaring, xudo xolasa tez o'tib ketadi, beshikast betalofat o'tkazamiz. خادمان شعبه کارهای داخلی نیز به کوچه ها برآمده آنهایی را که به نقاب طبی میباشند به جوابگری ماموری کشیده ایستادند، زیرا به تعبیر رهبری دولت گوییم برای گرفتن این بلا از ما و شما همجهتی و اهلی و اتفاقی طلب کرده می شود. از این خاطر به توصیه ها عمل کرده اگر ضرورت نباشد از خانه به بیرون نبرایید و با ضرورت بیرون برایید هم نقاب طبی را فراموش نکنید. نقاب ها را در کوچه ها شخصان نیکخواه به پول تقسیم کرده ایستادند. 2 نفر ساکن محله قلعه دلمراد محبوب و مشرف بیگ رستم فانیز دیروز در کوچه ها نقاب های طبی را برای اهالی به پول از حساب خود تقسیم کردند و از این عمل نیکی آنها اهالی خیلی خرسند شدند. واقعا در این حالت نیکی که شما میکنید هیچگاه فراموش نمی شود. از این رو تا امکان دارید برای همدیگر نیکی کنید. و همین را نیز گفتن لازم است که سوخ همیشه در مرکز اعتبار بوده. امروز ها لوحه های ما در خصوص وضعیت امروزه ناحیه سوخ در تلکانال های ریسپوبلیکوی و ولایتی نمایش داده می شوند. لوحه نوبتی ما دیروز توسط بخش خبری دیار 24 تلکانال ولایت فرغانه namoyish dada shud. Tavajjuh kunid. Oli So'xda maktablar soni 30 tani tashkil etsa, ushbu ta'lim dargohlarida 17 mingdan ortiq o'quvchilar ta'lim olishadi. O'qituvchilarning soni esa 1400 nafarni tashkil etadi. So'xda tojik millatiga mansub vatandoshlarimiz istiqomat qilishadi va shu sabab maktablarda ta'lim tojik tilida olib boriladi. Maktablar faoliyati vaqtincha to'xtatilgani sabab tumanda faoliyat olib borayotgan So'x televizion studiyasi hamda xalq ta'limi hamkorligida tojik tilida video darslar tashkil etilib, muntazam efirga uzatilmoqda. Albatta So'x televiziyasi va xalq ta'limi hamkorligida shu prezidentimiz topshirig'iga asosan turli xil fanlardan video darslar tashkil qilinib efirga uzatilyapti. Eng asosiy bu ezgu ishdan tuman aholisi, ota-onalar, farzandlarimiz mana biz bilan telefon bilan bog'lanib o'z minnatdorchiligini bildirilmoqda. Albatta bu video darsni biz har kunlik efirda viloyat rahbariyati bilan, viloyat televiziyasi rahbariyati bilan kelishuvga efirga uzatib boryapmiz. Quvonarli jihati shundaki, vaziyatni to'g'ri tushunib, masalaga ongli yondashayotgan tuman aholisi bugun ko'chalarga chiqmasdan o'z tomorqalarida qishloq xo'jalik yumushlari bilan band. Karantin paytida uyimizda bo'sh turmasdan mana uy hovlidagi ishlar bilan shug'ullanib kelyapmiz. Qancha daromad olasiz shu maydonda? Shu 20 stuk mavjud bo'lib, har xil nimalardan 2 marta, 3 marta hosil olib, 120 millionga yaqin daromad olamiz. Xonadonlarga kirsangiz, bahorgi yumushlar ko'ngildagidek bajarilgan. Aholi tomorqasida ko'katdan boshlab Ismaloqgacha bor. Yana bir ahamiyatli jihati shundaki, saxovatpesha tadbirkorlar tomonidan kam ta'minlangan oilalarga bepul oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilmoqda. Tadbirkor Nazirjon Tohirov 150 qopdan ortiq un mahsulotlarini o'z mahallasidagi kam ta'minlangan oilalarga tarqatdi. Hazrati Ali mahallasida istiqomat qiluvchi tadbirkor Valijon Tuychiyev esa 150 qop un va 4000 dan ortiq tibbiy niqoblarni aholiga bepul tarqatib berdi va bu xayrli amallar vaziyatdan foydalanib sun'iy ravishda narxni oshirmoqchi bo'lgan ba'zi tadbirkorlarga ibrat bo'lishiga umid qilamiz. Karantin paytlarida mana bugun bizning mahallamizdagi tadbirkor, ham eksportyor, ham qolaversa mahalla deputati Tohirov Nazirjon shu og'ir vaziyatda 200 qop unni Farg'onadan So'x tumaniga mana Qali qishlog'imizga kam ta'minlangan oilalarga hamda yoshi ulug' insonlarga hadya sifatida berishyapti. Bundan biz mahalla ahli minnatdormiz. Tuman hokimligining ma'lumotlariga ko'ra, anklav hududida oziq-ovqat zaxirasi yetarli darajada mavjud va shu sabab xavotir yoki vahimaga tushishga hech qanday asos yo'q. Ammo davlatimiz rahbari aytganidek, ko'pga kelgan bu baloga qarshi hammamiz birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishimiz lozim. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan maxsus Diyor 24 informatsion dasturi uchun tayyorlandi. امروزها مکتب ها موقتا باز داشته شدند، اما با تشبث تلویزیون سوخ و شعبه تعلیم خلق ویدیو درس ها منتظم تشکیل کرده شده و نمایش داده می شوند که از این اهالی خیلی ممنون هستند و در همین جا به بخش خبری حسنی انجام بخشیم. اما برنامه های تلویزیون سوخ دوام دارند، شما ما را ترک نکنید. و در آخر برنامه بار دیگر همین را به شما گفتنیم که به نقاب طبی به کوچه نبرایید. اصلا اگر ضرورت نباشد عموما به کوچه نبرایید، چون که برای گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری کرونا ویروس ما و شما در جایگی با همجهتی حرکت کردنمان لازم است. شامتان بخیر باشد. برنامه های ما دوام دارد، ما را ترک نکنید.
ассалому алайкум бинандагони азиз, дар навор барномаи навбатии муносибати рӯз мо имрӯз ба ин барнома мудири шуъбаи сироятии шифохонаи марказии ноҳия меҳрубон болтаевро даъват кардем. меҳрубон ба студияи телевизиони Сух хуш омадед. дар бораи коронавирус фикру мулоҳизаҳои шумо чӣ хел аст? барои пеш гирифтани вай имрӯз чӣ корҳо рафта истодааст? шумо ҳамчун мутахассис чӣ гуфта ҳастед? дар Ӯзбекистон дар ҳисоби имрӯза 55 нафар бемор ба ин қарибӣ ба қайд гирифта шудааст ва ҳозир даво гирифта истоданд. дар Ӯзбекистон афсӯски аз ин 45 нафар беморон 15 нафараш ба пневмония дучор шудагӣ аст дар имрӯза рӯз ва аз ин 15 нафар дар имрӯз 4 нафараш ҳолати вазнинанда хор рафтааст. имрӯз ба ин касалиҳо дучор шудагӣ, касалиҳо контакт шудагӣ одамо ҳам низ ҳастанд ки имрӯз дар Ӯзбекистон 20 000 одам ба карантин ҳолати карантин гирифта шудааст ва онҳо дар назорати табибон муолиҷа гирифта истоданд. албатта онҳо касал нестанд, лекин аз сабаби ҳамин хел аз дигар давлатҳо баргаштанашон ва аз сарҳадҳо гузаштан, албатта ба шифокорон хабар дода шудагӣ онҳоро барои ҳолати онҳои саломатишонро санҷидан ба карантин дар ба муҳлати 14 рӯз дошта мондагӣ. мана аз онҳо 6 нафарашон мана аз карантин бароварда шуда ба кӯча баромадани рухсат дода шуд. меҳрубон имрӯз дар ноҳияи мо барои пеш гирифтани ҳамин чиз, барои пешрафт, барои ин касалии сироятӣ, албатта ин одами бузург аст, ин одаме ё камбағал аст, ин чизро ҳисоб китоб намекунад ин касалӣ. ҳамин хел касалии ин сироятӣ вирус мегӯям, мана коронавирус гусян, дигар чизҳо ҳамин эпидемия барои пеш гирифтан дар ноҳияи мана аз тарафи ҳукумат ба кӯчаҳо нуқоб баста баромадан, хону дарҳоро дезинфексия кунондан, агар ҳоҷат набошад ба кӯча набаромадан, якчанд чизҳо ба воситаи васоити ахбори оммавӣ пешкаш карда истодааст, лекин садҳо афсӯс ки баъзе ҳамдиёрони мо боз дар кӯчаҳо мегарданд. шумо ҳамчун инфексионист бо забони сухуге ҳамин бевосита ба ҳамин касали сару кор доред. натиҷаҳои ҳамин барои ба кӯча набаромадан чӣ нафъ ба мо ҳасту барои магар чӣ зарараш аст, дар ҳамин боранда фикротон. дар бораи карантин гап задем. мо бояд фаҳмем ки карантин худаш чӣ аст. карантин ин ҳамин хел чиз ки вақте ки одам масалан дар район дар миқроси райони мо гӯем, вақте ки аз Фарғона ё ки аз Тошкан ё ки аз давлатҳои ҳамсоя Қирғизистон, Тоҷикистон баргашта омадан одамон, он одамон дар мобайни 14 рӯз бояд ки дар карантин истанд, дар шароити хона. худашон хабар дода шуда кураст. агар ягон кас дайдаги вақт дадам худашон хабар дода шуда кураст. албатта вақте ки онҳо аз ҳудуди сарҳади Сух медароянд, онҳоро махсус группа ташкил шудагӣ аз тарафи орган, аз тарафи тиббиёт онҳо аз назорати духтуро мегзаранд ва онҳоро ба учёт гирифта, албатта ба воситаи мошинаи тез ёрдам ба хонаҳошон бурда меонанд ва ба онҳо дар бораи карантин мефаҳмонанд ва дар мобайни 14 рӯз ба кӯча набаромадани онҳо ба ҳамаи онҳо фаҳмонда ба хонаҳошон бурда монда ва мекунанд. ман ба ҳамон аз ин фурсат истифода дар ҳамон карантин шиштаги одамо муроҷиат карда мегуфтагиам ки 14 рӯз ин ҷидо бисёр вақтро намегирад. албатта илтимос мекунем ки вақте ки аз сарҳад дигар давлат ё ки аз Фарғона аз дигар ҷо Сух ба омада медароянд, албатта сабру тоқат карда, албатта барои паҳн нашудани касалӣ бояд онҳо ба худашон ҳамин масъулиятро ҳис карда 14 рӯз дар хонаашон бояд алоҳида аз аҳлу оилашон ҷудо ҳолатанда алоҳида дар хонаи алоҳида бояд ки зиндагонӣ кунанд, якҷоя ҳатто ки ба оила нашаванд, аз хона берун набароянд. албатта дар давоми 14 рӯз шифокорони маҳалла
وابسته شدگی و یا رفته خبر میگیرن شتاب تشکیل شدگی وابسته کردگی و یا رفته تمپراتور و یا چین میکنن هر روز از حال احوال آنهایی که در کرانتین هستن شفاگران خبر میگیرن و البته تلفن با واسطه تلفن ها هم ما با آنها علاقه کرده استودیم و از حالت آنها پرسیده میکردگی چاره تدبیر ما گذرانده است. اکتو مهربان در اینجا همدیاران درست فهمیدنشون در کار است که آنهایی که در کرانتین هستن ممکن این حالت ها در وایخونده یگان چیز من خودشون سوالتیان من در من این حالت نیست ممکن با دیگر کسل های سرایتی دچار شدگی از این پیش از کرونا ویروس دیگر کسل ها بود که وقتی که از دولت های همسایه برمیگشتن من کسل های آیتیس میگم همین خیلی البته از نظرات دکتر گذشتهشون شرط و ضرور بود بنابراین همدیاران ما را درست فهمیدنشون در کار است با تقدیر فرزند با تقدیر عائله با تقدیر اهل محل با تقدیر ناحیه اون ماندن گرد با تقدیر وطن بهتر نشنامون شرط و ضرور است اگر فرزندا آمده باشن اگر پدر و مادر با شتاب کاری با شعبه کارهای داخلی اگر یگان کس بخبر البته بخبر ماندن ممکن است لیکن اگر همین چیز از نظر دور باشه اگر خودشون پدر و مادر تلفن کرده فرزند من دیروز از فلان دولت آمد مرحمت حتی برآمده آنها رو با آغوش گرفتن هم ممکن است تا 14 روز از کرانتین گذشته شده همه خیلی مهربان من این چون که من این چیز رو من در دست من شما که دارید درباره همین کسلی و من درباره کسلی این کرونا ویروس و کسلی ویروس اونرسته شده بود است خونده برآمدم اگر ما با همه این قاعده ها رعایت کنیم اگر خیلی خوب میشد اکنون با شما سوال میدادم من همین است که برای پیش گرفتن همین کسلی امروز در خانه من کارهای دیزینفکسیون کرده شده ایستاده است ما بازم بچه‌ها اعتبار در برابر همین کسلی دچار شدن در ریسپوبلیکا در ولایت در سوخ هم شتاب ها تشکیل شدگی شتاب ها مثلا تلفن های شتاب من با واسطه تلویزیون نمایش داده من با واسطه تلویزیون در فرغانه توشکن من تلویزیون سوخ هم همه جا بسیار هم خیلی پیشگیری ها هیچ نشده که وقت به 102 تلفن کنن یا 101 با تلفن کنن به خبر نمیاد یا 103 البته همه این چوره های پیشگیری با واسطه همین خیلی تلویزیون و گازت و ترغیبات ها برده شده ایستاده است جدا عالی درجه اندگی برده ایستادن من این با همین تلویزیون مینداری سوال میکنم از نام شفاکاران از نام خلق البته رحمت البته دیومش باز همین که ما در رایون سوخ با واسطه حاکمی رایون ما فاروق اوسرف و جانشین حاکممون اکو صادق جان هم مینداری میکنیم که و در پیشگیری کردن و برای شرایط کردن برای پیشگیری و دوا کردن همین خیلی کسالی ها در رایونمان امکانیت نبود من حاضر ما بینوها رو تیار کردیم حاضر من با ما تا 100 نفر بیمار رو ما قبول کرد من یک چیز افسوس میخورم که شب که من واسه تلویزیون دهه هوشیار رو نمایش دادم با شما واخوردم لیکن چی شد که من از همون کور رفته ایستاده برنامه نگرفتم لیکن پگاه البته به حضور شما میرم و درباره کارهای کرده شما و تحت رهبری حاکم نازل خلیفه جانشین حاکم کارهای شما کرده رو البته با بینندگان پیشکش میکنم چون که بینندگان با خواطر با واهم نفتنشون در کار است البته باز یک چیز دیگه رو مینداری میکنیم که تمام هم خیلی تشکیلات و تدبیرکارای رایونمان در همجهتی برای پیشگیری کردن همین کسلی ها با ما کمک خود رو رساندن ما با همین تشکیلاتچی های همین و با همه تدبیرکارای همین رایون سوخمان از نام شفاکاران از نام خلق سوخ از نام بیماران با همه آدما مینداری میکنه و من برای پیشگیری کسلی کرونا ویروس این خودش کسلی گذرنده کرونا ویروس بوده کسلی کرونا ویروس هنگام گپ زدن عطسه زدن سلفیدن به اطراف پهن می شود و دیومش هنگامی که با ملاقات سلام علیک میکنن دست میرسن یا که چیز و چاره هایی که بیمار استفاده بردگی است و آدمی سالم وقتی که به دستش میقپد
به دست وی ویروس ها گذشته وقتی که اون رو دست رو به دهان میاندازد یا به بینی یا به چشم میمالد ویروس به ارگانیسم او در آمده با اون کسلی کرونا ویروس با وجود آمدنش احتمالش بلند می شود. ما خرسندیم که امروز در رایون ما در ناحیه ما این کسلی نیست. البته چند کس گپ میزنن که در کوچه ها در سوخ هم خیلی کسلی بوده است. نه حاضر به این کسلی ها برای چی در ما همه خیلی مشمش ها هست؟ برای چی آدمان همه خیلی مشمش برای نگن شکمشون سیر میشد می یا یگان با موفقیت صاحب میشن می با تقدیر فرزندان خدا ما همه خیلی سخنها گفتن کسلی همه کرونا ویروس در ناحیه ما هست گفتن شما من بسیار در تعجب خفه میشم. اگر می بود البته ما این چیز رو پنهان کردن نمیشد چون که این کسلی رو هیچ وقت پنهان کردن ممکن نیست مهربان. همه خیلی نمی حتی اگر یگان علامتش پیدا شدم در ناحیه سوق داشته استفاده نمیشد. متخصص رو دعوت کردن نکراست بازم با شما علاوه متخصصان دعوت کردن نکراست. برای چه همه خیلی مشمشو میکنن؟ من همین چیزا با بینندگان گفتم هستم که از همین فرصت استفاده همدیاران عزیز با مشمش یگان هیچ خیلی راه داده نمیشد چون که امروز در ناحیه ما این کسل قید کرده شده نیست لیکن در مانده البته در یک روز از ناحیه ما با ولایت از دیگر ولایت ها از دیگر ریسپوبلیک همسایه با ناحیه ما چند نفر آدم درماشو خودتون نظم میفهمید. بنابراین خودش که من مهربان گفتن آنهایی که از سرحد به ناحیه سوق میگذرن البته آنها با نظارت گرفته میشن چون که ممکن آنها در سفرهنده با یگان همین کسلی گرفتار شده آدم علاقه کردگی صحبت کردگی سلامت کردگی برای همین امروز سلامت رو هم دست داده سلامت کردن رو هم داشته شد. بنابراین دست دادن هم ممکن است این واهمه نیست لیکن برای پیش گرفتن حیات خود ما این چیز در عمل برای چی نقاب بنا حتی نتیجه سلفیدن گاب زدن عکس زدن این چیز میگذرد در حقیقت میگذرد. من یک دونه برای مثال برای یک دونه اگر سیگارت رو در گراند اگر دودش رو برای چقدر آدم با بویش میره همه خیلی مهربان. بنابراین از دهن ما میبرم که هوا البته با همه همدیاران رفته رسیدش ممکن است. من در این باره اینها معلومات میدهید مهربان. یکم برای با واسطه هوا نگذاشتن همین کسلی البته برای هر یک آدم باید که ماسک نقاب شدنش در کار این نقاب ها در هر 2-3 ساعت باید که ایواز کرده شود و ماسک هایی که کار فرماندگیان باید که شسته گازمال کرده سعی نو باید که کار فرمانده. عادی داکه رو 1 متر گرفته از 1 متر داکه چند تا حتی این ساخته ممکن بوده شو هم برای بچه گفته دادن. اگر قبط کرده 4 قبط 5 قبط 6 قبط کرده استاده هر پگاه هر شب از دهان گرفته مونده شستشو کرده پگاه خسته گازمال کرده مگر این نسبت نقاب در داروخانه در اپتیک میفروشه که این بهتر است گفتن با کیسه‌مون هم با دیگر سو که در صحبت‌ها شنیدم که نقاب نیست لیکن در دهه مولگان در داروخانه من امروز در اومدید خرسان شدم پچکا حالا در کراپخونه داشته موندگی البته همدیران از اونجا خرید کردنش ممکن است. مرحمت دوام پیدا کنیم چون که من امروز در ماسک روز به روز من در همه جا در دیگر اپتیک‌ها هم روز به روز همه جا من تامین کرده شده همه حرکتنده هم خیلی گفتی شما هر کس باید که در عائله خودش هم عادی ماسک تیار کرده استفاده بردنش ممکن این معمای کلان نیست. معمای کلان نیست. حمایت کدام شده خودم رو. البته دیومش این که وقتی که ما با واسطه دست ما کسری رو میگذارنیم چخیل باید حمایت کنیم. من حاضر در اپتیک‌های رایونمان کلسی گیپاکلارید یا که خلورامین کلسی گیپاکلارید گفتگی خلور محلول داشتگی محلول ها های و چخیل تیار کردنش میفهمونم باید در شرایط خانه چخیل باید از محلول های خلوری استفاده بردن در کار. در اپتیک ها گرانولا ها های پراشوک ها گرانولا میگویم گرانولا های در بعضی اپتیک ها تبلت ها های ما یک قاشقچه وقتی که همون اپتیک ها خریده میبیارن در اپتیک ها میفروشد خلورید کلسی میگویم خلورید ناتری میگویم ناتری گیپاکلارید میگویم خیلوش هر خیل هست. حاضر در من پرسیدم ناتری گیپاکلارید به دست مونده یک قاشق اگر همون ناتری گیپاکلارید
10 لیتر آب رو گرفته یک قاشق قاشق نه چای قاشق میشه شکر میانداخته قاشق میده یک قاشق اندازیم 10 لیتر آب با ما همون در شرایط خانه استفاده میبردگی محلول خلاردار پیدا میشه و ما از اون کم کم گرفته خیلی وقتی که من در مغازین ها میفروشد البته مغازین ممکن بعضی جوانده اینش جدایی فروختنش ممکن بعضی جوانده یک جای استفاده بردگی یک جاهاش میفروشد بعضی جوانده اینا بکلشکا مخم کردن ممکن و همون تیار کردگی محلول هایی که خلوری رو در شرایط خانه یک تبلت رو 10 لیتر آب یا که یک قاشقچه رو با 10 لیتر آب ارالش کرده ما وای رو در شرایط خانه برای تازه کردن روی استول گویم که کاسه و طبق درون خانه لب‌های تاق من جایی که در خانه ما استفاده می‌بردگی در دستک‌های در البته باید که هر روز یک روز دو روزانه یک بار در دستک‌های در همین خلوری تیار کرده رو باید هر یک کس در شرایط خانه استفاده برد این یک پیشگیری نه فقط کسلی کرونا ویروس پیشگیری کسلی گریپ هم نیست همه خیلی دیگر کسلی های سرایت کننده هم قزامق هم همش کسلی قزامق هم نیست از همین کسلی ها نیز ما دور میشه حاجتی 10 لیتر نباشد ما میتونیم 5 لیتر تیار کنیم برای اکانوم کردن همین و دیومش باز در اپتیکه های ما برای کارگران وقتی که در کوچه ها در ترانسپورت ها میگردن در خانه ها مراجعت میکنن با بلنسا ها میرن باید که انتیسپتیک رسوار های انتیسپتیک محلول های باید که دست های خودشون رو با همین محلول های انتیسپتیکی باید شسته با میکروب شسته تازه کرده هم خیلی باید که از همون میکروب خلاص شوند این حالت رو هر یک ساعت دو ساعت یک بار کردنشون ممکن است مهربان درباره خوراک کی به این کسلی بسیار دچار نمیشه وقتی که ایمونیتت آدم در معیار مستحکم کار میکند این کس حتی که به این کسلی دچار شدگی وقت اندم البته غلبه کرده صحت میشود برای وای چیکار کردن نکر بار همون پیشتر گفتگی گپمو با طرز حیاتی سالم نگاه کردن شرط های طرز حیاتی سالم ما نگاه کردن عمل کردن مثلا سحر کتی خسته گیمناستیک کردن حرکت ارگانیسم ایمونیتت ارگانیسم رو مستحکم میگرداند حرکت نه است گیمناستیک کردن البته دیومش حاضر گفتگی داشتیم با تازگی شستشوی دست و روی ها خانه آزاده نگاه داشتن خانه ها البته اینم با پیشگیری سبب میشود دیومش درباره خوراک باید که ما خوراک های سرغذا ویتامین دار میوه ها باید استعمال کنیم باید از کبوت ها استفاده بردن از کبوتی ها من از میوه ها کبوتی ها من چهارمغز همش خدا مانده میشد مثلا زردآلو من چهارمغز از همه میوه هایی که در شرایط سوخت همش تیار میشم استعمال کنیم نقض میشه من دستپوش پرچتکا این برای چی وقتی که ما محلول های خلوری با محلول های خلوری کار میکنیم باید کته البته در وقتی که دیزینفکسیا میکنیم خانه ها باید که دستمون پرچتکا رو پوشیده از چشم ما احتیاط کرده باید که کار فرمیم و وقتی که ما میدونیم که در جاهایی که کسلی ها هست اگر ما پرچتکا پوشیده رفته آمده پرچتکا رو کشیده پرتویم دست های ما از میکروب ها تازه میسته باز چی مهربان من از تمام خلق من حاضر هر روز ترغیبات برده استادن از خانه ها نبراین التماس میکنیم ما هیچ کس نمیداند که در سوخ کسلی امروز پیدا می شود می فردا می بس فردا می این با ما نامعلوم است این هیچ کس اینو نمی شود گفته نمیتواند برای همین برای پیشگیری کردن تمام خلق باید همین رو میگفتگی هم که در دامی من 10-15 روز از خانه ها نبراین
وقتی که در حالت ضروری از خانه میبرایند باید به همون ماسک ها بسته خودشان را احتیاط کرده گردند. حرکت وقتی که بیمار میشوند، من به یک چند بیماران گفتم شرط نیست به شفاخانه آمدن، شرط نیست به شفاخانه مرکزی یا به شفاخانه کسالی سرایتی رفتنشان. ما همه معماها رو با واسطه ورچهای محله با واسطه تلفن حل میکنیم. وقتی که آنها یگان معماهای طبی و یا رو بیزوته میکند، ما حرکت میکنیم که با واسطه تلفن هم با آنها یاری خود را رسانیم. حاضر تمام شفاکاران برای خلق سوخت، برای پیشگیری کردن خلق سوخت در حرکتند. ما خدا خواهد همین غلبه میکنیم، حرکت میکنیم که یکمش این کسلی در رایون ما قید نشود، از بیرون ندراید. وقتی که این کسلی پیدا شدگی تقدیرش اندیم، ما شفاکاران دویم در خدمت بیماران تیاریم و البته شرایط ما هم به این میرسد. من فردا رفته بیند اگر ما شرایط ها همه شرایط ها رو برای کسلی های همیشه گذرنده من اهمیت کلان داده، من فراهم کرده شده، همه شرایط ها رو فراهم کرده استودیم و با شرایط ها رو از اینم نقصتر کردم. روز به روز من حاضرم حرکت کرده استودیم. بود 3-4 روز دیگه من هم خیلی خدا خواهد با آخر میرسانه. تشکر زیاد مهربان. الها سر شما، سر شفاکارانه که امروز با تمام کمین کسلی ها، نه فقط کسلی کردن است، سر و کار دارن. الهی دستشان در نکند، سرشان درد نبیند. در خاندان شما توی ها شود، تمام مردم با توی شما رفته البته خوش و خرسنده کنند و امید میکنم که از امروزه صحبت ما همدیران عزیز بازم خلاصه ضرر رو برآوردن. چون که سحره که ما با کوچه ها بر آمدیم، البته در کوچه ها بعضی شخص ها رو در کرسی ها نشستهشون دیده گذاشتیم، حتی با 2 نفر گفته گذاشتم ایستاده و خود سرور شعبه کارهای داخل با کوچه بر آمده، با ماشین شعبه اینسپکسیون اتومبیلی خبر داده رفتم با کوچه ها به مقصد نبرفته. اگر مقصد نباشد همدیران با کوچه نبره. خوش آمدید برای صحبت های پرمضمون. تشکر زیاد. مراجعت به عنوان استودیو تلویزیون سوخ امروز پگاه شد. البته مراجعت های هر یک شما در عمل برای حل و فصل معماهای شما ما در حرکت هستیم. در محله آبشیر در پایانش چند روز این جانب آب نوشاکن نبود. ما امروز به همین حدود آمدیم که در حقیقت در چهارراهی که در اینجا اهل محله دهه آبشیر آب می نوشند، البته آب نوشاکن است و ما با همراهی خادم کارخانه با آب نوشاکن تامین کنه مرتضی جان در اینجا هستیم. مرتضی سلام علیکم. سلام علیکم. من چندین روز این جانب در همین حدود آب نیست. آباد محله این هر یک شهروند سوخ برای او تامین کردن همنا حرکت کردیم. من آب اومده شاگرد تازه اول بهار بدنش بعد بعضی کارهای تعمیر گرفته برداشت. بعضی جهان کلید آب میگیم یعنی زدویشگاه ها و رستوران همون چیزی ریمون کرده شده از که در نوشه تازه کرده یا کی ها رستوران همون با من اهالی شلوغ کن باشکنی یوش مرد کوی آدمی کلانسول این به نیرسانو همون باشکنه کوی یوش مت تعمیر که او پارتویم کویم با گذشته برای اساس کته بسیار که کلیدها و رستوران های التماس همون کلیدها خیلی که جوش پر گرفته کرده موندگی باشد. های به نرسان ما همین پیش تعمیر کرده او آورده بازم یک قطار نظر گرزونده امروز فردا او پر تعمیر کرده میتیم. من حاضر در اینجا نه آب بود من از این یک چندین روزها پیش، لیکن من آب نیست. من دخترچه‌های بیاد امروز با کوچه برآمدن فرزندان حتی توصیه کردن احساس، چون که امروز در سر خلقنده همه خیلی تشویش و من همه درباره پیش گرفتن کسلی همه کرونا ویروس در حرکت هستم. لیکن در نتیجه به فرقی بعضی آدم‌ها من شما در اینجا آب نیست، البته همدیران در عذاب هستند. این از امروز و فردا البته حل کرده میبریم او نوشوکه که تامینش آنهایی که با کلید میرسند من نگفتم فلان چی رسید
گفته آدمو نگفتیم برای آدمو میگن تو نومش نگفتیم نومش نمبر نکردی من از در حقیقت اعتراض آنها مراجعت آنها حقیقت آب نیست من در وای کانور را هم آب نیست در این کانور را هم آب نیست همه خیر می لیکن آب تقسیم کرده شده بود اکنون این رو به نظارت گرفتن در کراس مرتضی نظارت سخت میگیریم آدمایی که کلیدو رئیسویان فرزندای خوشان همین جمرکایی که دولت ساخته داد این شکستویان در نظر گرفته شده اکنون روبینی نمیکنه جریمه کشیده میشود جریمه این آب نوشابه ان الکتر یا گاز با این دیگه کلا یا دو کلا نه این مینیمال نیست 50 اکلات 30 اکلات به میبرد 50 اکلات گفتم باز این 15 میلیون 17 میلیون به بروما میره چون که یک کلو دیسمو برای استانوفکا شانش 10 میلیون 12 میلیون در بر میگیرد این کلید بر رسید گفته گاب اون کلید به پروستو اینو نتوفسیان یا سانکاتیزاسیون یا یک تیجک زشکاسیون این امروز فردا البته برطرف میکنیم اعتبار پرزیدنت نسبت خلق به بیان است ما هر یکمو با معمولی خلق شناس شدم در کراس دیگر کارهای میکرده خیلی بسیار است لیکن با به فرق این من شما البته بعضی ها در عذاب هستند بنابراین من امروز روز چهارشنبه باشه اگر پگاه روز پنجشنبه با حرکت در اومده با حرکت کرده با آب آب کتی 100% تمام میشه با آب تمام میشه تمام میکنه چون موقعی دیدیم یک تاشن نم نیست 5 تا وای همش قوق آب نیست آب نیست های بود 3-4 روز لا 3-4 روز نه من دینه با پریر با پیش بریم در اقوال مانگند برام گپ درازاده سه میکنم اگر آب باشه اگر انسان هیچ وقت آب بدگی چیز به آب دست نمیگود من ببینید یک نفر آدم با کانیستر که تو آب ورسوس مرتضی جای همین با خدا من فرزندم شما دختر خواهرتون فرزندتون دیگر معموی کلان پس از با دیگر تله کانال ها با دیگر چیزها تلفن کردن دیگر چیزها شدنش دویدن من شما فایده نداره من دخترچه ببینید من در دخترچه امروز حتی با کوچه برای اومدن توصیه کردن است لیکن در جستجوی آب هست اینو برطرف میکنیم البته کردن نکنه برطرف شده چیز اینو برطرف کردیم میدیم بازم اون نوچو سطح تامین یا خیلیش کلام برومایسو 3 تا 4 تا کرنه اوواش برومایسو سواهی هم رگولاتور اکنون نو انصافی بعضی آدمان هم هست من با مرتضی گفتم در خانه من که آب هست البته محکم کرده شده با کوچه با اون عاقب دیوار من برآورده تید چون که من در خانه با آب استاده یک کس بی آب نشم با در حیات با یگان چیز راست نمی‌آید کلیدهایی که شما موندید زدی ویچکاهش مونده خیانت نکردن در کراس با فرزندان فهموندن در کراس لیکن هموهی نمیفهموند افسوس که همین حالتو بسیار درمونده بنابراین البته این چیز رو براه مونده دادن در کراس آدمان رو با آب تامین کردن پرزیدنت آدمlar nimadan ناراضه گاز yo'q suv yo'q elektr yo'q گفتن البته برای همین آدم ها رو راضی کردن امروز همین چیز تامین کردن در کراس حرکت میکنیم مرحمت خودمون رو دعوت کنید با این مراجعه ما بازم برمیگردیم درباره حل فصل همین چیز البته بازم با شما که هم صحبت شده اگر آب برآمده باشد رحمت میگیم نه برآمده باشه اگر سبب چی همین آب پیشش داشتگی لپکه میگه دیگر چیزها میگه هوای با واسطه تلویزیون نمایش میده با چه اکو احمد علی بازم چی معما است فقط من آب فقط آب و حضور من ببینید در اقوال مانگم سال کلانتر بود حاضر هویم پوری کرد تلفن کردیم حضور همش برطرف ببینید در همین زماننده حاضر در ازبکستان همین خیلی گرفته رفتنش در دهه هوشیار آب معما چون که از پس آب میبرن اونجا در دهه هوشیار از پس آب میکشن سه نسوز کردیم لیکن آبی که با ما خودش میبیاد نبر اومدن آبی معموده در همین زمان 21 اصلا همین خیلی آب کشاندن فرزندانمون با یگان کس با قالب نمیگنجیدگی چیزا است من همدیران عزیز در دهه آبشیر معمای آب رو شنیدید اونهایی که برای آب دعوت توس کرده شدند البته ما حرکت کردیم با کوچه اونها رو دعوت نکردن لیکن همه با کوچه برآمدن امروز با حاکم ناحیه من همین خیلی با قرار آمدم که هم صحبت میشم اونهایی که در خاننده برای آب در آوردن حساب کنک یعنی شوچک نموندن البته قرار حاکم ناحیه رو برآورده آب آنها رو بریده میشد و آنهایی که حساب کنک موندگی شوچک موندگی این چیز با آنها رخصت داده میشد اگر همین خیلی نکنیم اگر بعضی شخصان خدا ناترس بیار برای برآوردن با دویم قبط خانهشون حتی آب را با پیشش لپکه مونده کلیت آب را توفته دادن
lekin sadho afsuski hamon shaxson ro daryoft kardan esas agar daryoft mekardim dar asosi qonun mana man ba sarvar shubai korxoy daxili hozir gap zidam ba prokuror nohiya hamsupashdan ba vasita telefon dar asosi qonun albatta onho ro jarime saxt karda istoda bashariy onho ro ba shuma peshkash mekardim agar hamon xil nakunam agar dar pas mardumi xalq obishid imroz baroy yak zarra ob muhtojan agar bovar nakuned agar ba духтарчаҳое ки мана ҳозир бинед имрӯз ба кӯча баробадан духтарон мумкин нест фарзандонам ба кӯча баромадашон мумкин нест мана духтарчаҳо дар аз кадом километр об гирифта бошанд боз инро такрор кардани ҳастам ки мумкин дар куҷонда дар деҳаи ҳушёр чунки дар он ҷонда мана ҳозир чиқаре ки шаб ба воситаи телевизион намоиш додем се падём кор мекунад се насос кор мекунад лекин дар монда ҳамин хел ҳолат ба мо насос лозим нест дигар чиз нест фақат дар натиҷаи якдигар нофаҳмиҳо дар натиҷаи як хел тақсим нашудани об албатта ҳамин хел муаммоҳо пайдо истааст